امروز قراره توی ماشین آشپزی کنیم، اونم فقط با بودجه $1. من هر چیزی که توی خونه داشتم که به اندازه $1 قیمتش بود آوردم تا یه آشپزی خوشمزه بکنم. فقط یه موردی هست که توی ماشینیم و اینکه یه ذره کارو سخت میکنه ولی اشکال نداره. و اینکه چیزایی که آوردم منم بهتون نشون میدم. صبر کنید. خب میدونم زاویه دید اصلا خوب نیست ولی خب دیگه ایرادی نداره، توی ماشینیم. الان یه جو وایسادیم، البته یعنی یه جو چی دارم میگم الان یه جو وایسادیم برای سرویس بهداشتی و یه چی بخوریم و این چیزا. ترافیک شدید بود، شدید. اینم گذاشتم اینجا تا دراز داشتم چیزا رو نشون بدم. غذای امروز چیست؟ غذای امروز که قراره درست کنم نودل گرفتم. البته خونه داشتم، خب به اندازه 100 تومن بودجه داشتم، به خاطر همین یه نودل گرفتم. چون که توی ماشینیم اینو انتخاب کردم چون یه ظرفیه، میتونم آب جوش بریزم، نمیریزه، چیز خیلی خوبیه، تبلیغات نیست. بعد اینو انتخاب کردم. یه دونه چیز برداشتم اگه آب نشده باشه، خدایا نیستش. چرا هستش. بسم الله. پنیر چدار آوردم یه ورق. این قیمتی رو نمیدونستم، باز توی خونه داشتم آوردم، قیمت اینو نمیدونستم. میخواستم 2 تا بیارم ولی گفتم شاید گران بشه، شما ناراحت بشید از تقلب من، بگید تقلب کردی. ولی خب یه دونه آوردم که چیز باشه، آدرو نمیشه. من که همین آوردم. این نودله فکر کنم 63,000 تومان بود. این چه دارم 10 حساب میکنیم، 15 حساب میکنیم. میبینید قطارو، این قطاره از یه ویوی رد میشه که نگاه، خیلی خوبه. این چه دارم 15 و 63 78 میشه. یه 30 تومانی دیگه 20 خورده‌ای واسه میمونه که باهاش دسر داریم. دسر هم اینو داریم، اینو میخوریم. اینکه یه ذره پفک و این چیزا داریم. یه چیز خوشمزه داریم، چیتوز داریم، خوشمزه میشه. پس بریم که درستش کنیم.
اسکت نکن. آبش ریختم. گوی. خب اینم باز همونجا نگاه کنید. نه اینو بر. خب اینجا دیگه ساعت 6 رو میرسیم. نوشته بود تا جایی که خط داره ولی خطی نداشت متاسفانه. بخاطر همین چنگاشو برداریم. درش رو میبندیم. اینم میذاریم روش. بعد میذاریم 3 دقیقه بمونه. اینجا گذاشتمش. بعد یه چند دقیقه دیگه هم پنیر رو بهش اد میکنم. این شد. جوش خیلی خوشگله. آب کمه ولی خوبش کنه. پنیرم تا اینجا آوردم. پنیر. خوشمزه بشه. آماده شد. آماده شد. اینم از نودل ما. خوشمزه است ولی مقاومتی داره. نودل نداره این چنگاله. نودلمون آماده شد. خیلی خوشمزه است، بد نیست ولی چنگالش اصلا محکم نیست و اینکه خیلی خوش گذشت. ولی خب از گود بسوزم. مرسی که ویدیو رو دیدید. بوس بای. من تازه الان یادم آمد که نودل 63 تومن نبود، 38 تومن بود که پنیرم که هر چقدر باشه باز کمتر از قیمت چیزی که گفتمه و پس کمتر از 100 تومنه و به نسبت قیمتش هم بد نبود. دسرمو یادم رفت بهتون نشون بدم خوردم.